سلام، سلام به تاریکی. آماده ای بری جایی که حتی سایه‌ات هم فرار میکنه؟ تا حالا شده نصف شب صدای پایی توی خونه بشنوی ولی هیچ کس نباشه، یا یه خوابی ببینی که حس کنی واقعی تر از زندگیته؟ اگه جرأت داری همین حالا هدفونو بذار و تا آخر این داستان همراه من بیا. یه ماجرای واقعی از جایی که هر کس واردش شده دیگه برنگشته. اگه هنوز اینجایی یعنی ترس رو پس زدی. پس لایک یادت نره و تو کامنت ها برام بنویس تو جای من بودی فرار میکردی یا میموندی. در یکی از روستاهای شمال ایران زنی تنها به نام ناهید در خانه‌ای قدیمی زندگی میکرد. خانه‌ای بزرگ با یک اتاق متروکه در زیر شیروانی که همیشه درش قفل بود. یک شب سرد پاییزی ناهید صدای خشخش چیزی رو از بالای سقف شنید. فکر کرد شاید باد یا یک موش باشه، اما صداها هر شب بیشتر و واضح‌تر می شدند. انگار کسی روی زمین چوبی راه می رفت. بالاخره یک شب ناهید تصمیم گرفت با چراغ قوه بالا بره. وقتی قفل زنگ زده در اتاق زیر شیروانی رو باز کرد، چیز عجیبی دید. وسط یک اتاق فقط یک صندلی چوبی قدیمی بود که روبروی یک پنجره کوچیک قرار داشت. اما چیزی که وحشتناک بود رد پای خاکی کوچکی بود که از روی زمین به سمت صندلی می رفت و هیچ رد پایی برای بازگشت وجود نداشت. اون شب ناهید نتونست بخوابه. نیمه شب وقتی به طور اتفاقی به پنجره زیر شیروانی از حیاط نگاه کرد، دید یک سایه روی صندلی نشسته و به پایین زل زده. صبح روز بعد ناهید سراغ پیرزنی کهنسال در روستا رفت و داستان را برایش تعریف کرد. پیرزن رنگ از رخش پرید و گفت تو اون خونه یه بچه یتیم سالها پیش تو همون اتاق مرد. میگن روحش هنوز دنبال کسی میگرده که باهاش حرف بزنه. اما اگه یک بار باهاش تماس بگیری دیگه هیچ وقت تنها نمیمونی. از اون شب به بعد صدای پاها قطع نشد. ناهید میگفت گاهی شبها صدای خنده کودکانه‌ای می اومد، درست وقتی چراغ‌ها خاموش می شدند. ناهید اون شب جرأت نکرد از خونه بیرون بره. همه چراغ‌ها را روشن گذاشت، اما درست ساعت 3 بامداد، ساعتی که میگم مرز بین دنیای زنده ها و مرده هاست، تمام چراغ‌ها یک دفعه خاموش شد. نه برق رفته بود، نه فیوز پریده بود. لامپ‌ها انگار همزمان سوختند. خونه فرو رفت تو تاریکی مطلق. از گوشه اتاق صدای جیغ کوتاه و خنده‌ای بچگانه می اومد. ناهید خشکش زده بود. قلبش داشت از سینه بیرون می زد. صدا به آرامی تکرار می کرد. من تنها نیستم. تو اومدی پیشم. صدای قدم‌هایی که از پله‌های چوبی به پایین می اومدند شروع شد. یکی یکی هر قدم سنگین و سنگین تر. ناهید گوشه اتاق پنهان شده بود. نفسش بند اومده بود. همونجا پشت مبل نشست، اما یه صدایی آروم کنار گوشش گفت چرا قایم شدی؟
میخوای با هم بازی کنی؟ اون لحظه ناهید دیگه طاقت نیاورد و از حال رفت. وقتی صبح شد و به هوش اومد، تنها چیزی که دید این بود که همه آینه های خونه شکسته بودند. روی شیشه شکسته بزرگترین آینه با انگشت خاک گرفته نوشته شده بود: تو الان بخشی از این خونه ای، نمیتونی بری. ناهید همون روز خونه رو ترک کرد، اما مردم روستا میگفتند از اون روز به بعد هر کسی وارد اون خونه میشد، شب اول ساعت 3 صدای یک کودک رو میشنیدن که زمزمه میکرد: سلام، حالا دیگه با هم تنها نیستیم. ناهید بعد از ترک خونه به خونه خواهرش در شهر پناه برد. چند شب اول همه چیز عادی بود، اما شب 4 کابوس شروع شد. هر شب یک خواب تکراری، خواب همون اتاق زیر شیروانی، همون صندلی، همون سایه. ولی با هر شب که می‌گذشت اون سایه نزدیک و نزدیکتر می‌شد، واضح و واضح‌تر، واقعی و واقعی‌تر، تا اینکه یک شب وقتی از خواب پرید متوجه شد دستش کاملا خاکیه، خاک سرد و مرطوب، انگار از داخل قبر در اومده باشه. سراسیمه رفت دستهاش رو بشوره. وقتی شیر آب رو باز کرد، آب مثل همیشه نمی اومد. به جاش یه ماده سیاه و چسبناک از شیر بیرون می اومد که بوی گندیده مرده ها رو می داد. از آینه حموم یه حرکت سریع دید. کسی پشت سرش ایستاده بود. برگشت، اما هیچ کس نبود. یه قطره خون از سقف چکید روی گونش. اون شب خواهر ناهید صدای گریه بچه‌ای رو از داخل اتاق شنید. در رو باز کرد. ناهید گوشه اتاق ایستاده بود، با چشمانی باز و بی حالت. لبهاش زمزمه می کردند: اون الان اینجاست، اون اومده دنبالم، میخواد تنها نباشه، تو رو هم میخواد، تو رو هم میخواد. خواهرش جیغ زد و در رو بست. وقتی چند دقیقه بعد با شوهرش برگشت، از ناهید خبری نبود. فقط یک جمله با ناخن روی دیوار کشیده شده بود: تنها موندن ترسناکه، حالا نوبت شماست. آره، نوبت شماست. پلیس خونه رو بررسی کرد. هیچ اثری از ناهید پیدا نشد. اما وقتی خاک‌های اطراف خونه رو کندند، جسد یک کودک دفن شده پیدا شد، با یه عروسک پوسیده توی بغلش و چشم‌هایی که هنوز باز بودند. از اون شب همون صدا به گوش همسایه ها هم می رسید. هر شب ساعت 3: سلام، کی با من بازی میکنه؟ و این هم پایان این کابوس بود. ولی یادت باشه تاریکی هنوز تموم نشده. این چیزی که شنیدی داستان نیست، یک واقعیته، یک واقعیت از زندگی یک زن. پس اگر جرأت داری منتظر قسمت بعدی باش. تا اون موقع درها رو قفل کن، چراغا رو روشن بذار
و پشت سرت رو حتما نگاه کن. فعلا یا شاید هرگز. دوستان خوب من، اگه تا اینجای پادکست همراه من بودید خیلی خوشحال میشم کانال بنده رو سابسکرایب بفرمایید و دکمه زنگوله رو هم فشار بدین که قسمت‌های بعدی داستان رو از قسمت‌های بعدی داستان جا نمونیم.